میگه که رو در قصر یه پادشاهی یه لکه سیاه میفته که هر کاری میکنن از بین نمیره. یه مرد فقیر میاد و به پادشاه میگه تو در یه کرمه که اونو از داخل میخوره. پادشاه میگه باشه، درو خراب میکنم، اگه اشتباه گفته باشی گردنتو میزنم. درو خراب میکنن و میبینن حق با فقیره. در پاداش شاه به فقیر پسمانده یه غذای قصر رو میده. بعد یه مدت پادشاه فقیر رو میخواد و میگه مردک بگو ببینم دیگه چی میدونی. فقیر با ترس میگه میدونم تو شاهزاده نیستی. پادشاه خیلی عصبانی میشه، اما رو حساب صحت حرف قبلی تحقیق میکنه و میبینه بله بازم راست میگه. شاه به فقیر میگه اینا رو از کجا میدونی؟ فقیر میگه علت سیاهی در رو از اون جایی فهمیدم که هر چیزی تا از درون خودش خراب نشه از بین نمیره، و از اونجا فهمیدم شاهزاده نیستی که جواب سوال مهم زندگی تو دادم ولی تو به هم پس مونده غذا دادی. شاه ذات شاهه و تو ذات گدا و اصالت تو ذات آدم است.